ماگ کیک موزی و شکلاتی که فقط توی 1 ربع آماده است. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. تا چایتون دم میکشه کیک شما آماده میشه. نوش جانتون. سلام، به چنل من خیلی خوش اومدین. من مری هستم. اینجا هم آشپزی مریه. برای آماده کردن این کیک فنجونی نیاز داریم به نصف 1 عدد موز که طبق فیلم توی فنجون پورش کنید. بعدش هم تخم مرغ رو اضافه کنید همراه با وانیل. با چنگال حسابی مخلوطش کنید تا تخم مرغ از حالت لختگی در بیاد. تمامی موادی که برای این کیک فنجونی نیاز داریم رو اول ویدیو براتون درج کردم. یا سیوش کنید یا اسکرین شات بگیرید که داشته باشید. بعدش هم پودر کاکائو رو همراه با روغن مایع اضافه کنید و مجددا مخلوط کنید. به اندازه 3/4 لیوان شیر نیاز داریم. اونم اضافه کنید همراه با 3 قاشق غذاخوری شکر. مجدد مخلوط کنید. خب دیگه آخر کار نوبت اضافه کردن آرد سفید همراه با بیکینگ پودر هستش. آرد و بیکینگ پودر رو اضافه کنید، مخلوط کنید تا گلوله های آرد باز بشه. من برای تزیین روی کیکم از شکلات سفید استفاده کردم. شما میتونید شکلات معمولی هم بذارید. فنجون رو به مدت 1 ربع با دمای 170 بذارید داخل فر. خب دیگه کیک فنجونی شما آماده است. مرسی که تا انتهای کلیپ همراه من بودید. خوشحال میشم کانال من رو سابسکرایب کنی.